دختر 14 ساله یزدی که ازدواج نکرده حامله شده. اشتباه نکن، این یه داستان واقعیه. دختر با استعدادی بودم. کل قرآن و گلستان سعدی رو از حفظ بودم. اجازه مدرسه رفتن نداشتم، ولی خودم خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم. حدود 14 سال بیشتر نداشتم که شکمم شروع که به باد کردن. رنگ صورتم زرد شد. حالا تعب داشتم و شبا از درد گریه می‌کردم. زنای همسایه که منو می‌دیدن شروع می‌کردن به پچ‌پچ کردن. چند نفری هم گفته بودن که زری حامله شده. چند روز بعد از خونه ما سر و صدا بلند شد. برادر 18 سالم عباس نرمه زد که مکشمت. باید بگی اون نامرد حراد کیه که شکم دو بالا آورده. زنای همسایه می‌خواستن بیان کمکم. ولی برادر 18 سالم با چاق و دور حیاط دنبالم می‌کرد و می‌خواست که منو بکشه. من شده بودم اون دختر 14 ساله یزدی که ازدواج نکرده حامله شده. زنای همسایه هر روز میومدن دم خونم و منو نصیحت کنن که ببینن رفیق من کیه که اینجوری قال قضیه کنده بشه. کتک خوردن من دیگه برای بقیه عادی شده بود. دیگه مثل روزای اول کسی نمیومد خونمون که منو نجات بده. هر روز یکی منو کتک میزد. یه روز داییام، یه روز داداشام. یادم عباس منو میکشید تو زیر زمین و با سیخ کباب ساق پامو داغ میکرد که اسم طرفو بگم. کل پام سوخته بود و جای سیخ کباب و تیزی بود. برادر بزرگترم رسول قسم خورده بود اگه منو ببرم پیش دکتر هم خودشو مکشه هم منو. با هیچ معجون و دارویی بچه من سخت نشد. یادم توی زیرزمین با شکم گنده افتیده بودم که بیبی زینب مادر بزرگم یه زن 80 ساله یه مهربون و سرحال اومد خونمون. یه سیلی محکم زد تو گوش عباس و گفت مگه من نگفتم زری رو ببرید دکتر؟ آخه این چه جور بچه‌ایه که بعد 12 ماه هنوز دنیا نیومده؟ بیبی زینب مردای محله رو جمع کرد که جلوی برادرامو بگیرن. خودش هم بالاخره تونست منو از زیر زمین در بیاره و ببره بیمارستان. منو عمل کردن. یه قطعه 9.5 کیلویی از تو شکمم در آوردن. حدود 40 روز تو بیمارستان بستری بودم تا حالم بهتر شد. همه اون زنای همسایه که منو بدکاره میدونستن اومدن دیدن این ببینن این قطعه 9.5 کیلویی راسته یا نه. کی اون موقع فکرشو میکرد من قراره چندین سال دیگه به چه جایگاه والایی برسم. این بخشی از زندگی زری خانومه که دکتر پاپول یزدی اونو تو کتاب خودش 16 حمام روایت کرد. و البته زندگی زری خانوم به همینجا ختم نمیشه. اگه دوست داری بیشتر ازش بدونی کپشنو بخون.